کنسولی که شاید آینده گیمینگ رو برای یک دهه کامل رقم بزنه. پلی استیشن 6. از همین حالا شایعات و گمانه‌زنی‌ها درباره زمان عرضه، قدرت سخت افزاری، قیمت و حتی یه نسخه دستی از این کنسول در محافل تکنولوژی شنیده میشه. اما واقعیت چیه؟ کدوم خبرها قابل اعتمادن و کدومها فقط یه شایعه‌ان؟ امروز می‌خوایم همه چیز رو یک جا و دقیق بررسی کنیم، از پردازنده‌های نسل بعدی و گرافیک قدرتمندی که در این کنسول قرار بگیره تا بحث سازگاری با نسخه‌های قبلی و حتی احتمال بازگشت سونی به دنیای کنسول‌های دستی یا هند هلد کانسولز که همون نسخه‌های قابل حملی هستند که میشه بدون اتصال به تلویزیون یا مانیتورهای بزرگ مستقیم روی خودش بازی رو اجرا کرد. بنابراین اگر می‌خواید بدونید که PS6 چه آینده‌ای برای دنیای بازی رقم میزنه، با ما همراه باشید. در مورد این کنسول اون چه که فکر میکنیم میدونیم یا شایعاتی که با قدرت شنیده میشه این هاست و بر اساس گزارش‌های نسبتاً معتبر هم سعی کردیم این گزارش رو تهیه کنیم. زمان عرضه احتمالاً 2027 یا 2028، اما خب بعضی لینک ها میگن پاییز 2027 زمان هدف قرار داده شده که این میشه پاییز 1406. اما شرکت سونی هنوز تاریخ رسمی اعلام نکرده و این برآوردها هم ممکنه تغییر بکنه. پردازنده و چیپستش ادامه همکاری همچنان با AMD. شایعات میگن از هسته‌های Zen 6 استفاده میکنه، شاید 8 هسته پرقدرت به علاوه تعدادی هم هسته کم مصرفتر و بهینه شده. محافلی هم از APU با اسم رمز اورایون استفاده میکنن. APU چیه؟ میشه Accelerated Processing Unit، یعنی ترکیبی هستش از CPU و GPU که پردازنده اصلی و پردازنده گرافیکی روی یک چیپ واحد. و سونی از زمان PS4 تا الان که PS5 و مدل‌های مختلفش از اینها کنسول‌هاش رو با APU های اختصاصی AMD ساخته و این کار هم چند تا مزیت داشته براش: مصرف انرژی کمتر، هزینه تولید به مراتب پایین‌تر و قابلیت اینکه بهینه سازی میشن اینها فقط برای بازی. این اسم رمز اورایون که توی شایعات اومده احتمالاً مربوط میشه به نسل بعدی APU های AMD که قدرت بسیار بیشتری نسبت به مدل‌های فعلی داره. مثلا مدلی که الان رو PS5 مبتنی بر Zen 2 و RDNA 2 که این قراره تو PS6 بره روی معماری Zen 6 و در بخش GPUش هم مبتنی بشه بر RDNA 5 که این میشه افزایش چشمگیر قدرت پردازش، مخصوصاً برای ری تریسینگ و فریم ریت های بسیار بالاتر. دقیق تر اگر بخوایم بگیم 2.5 تا 3 برابر میشه بهبود در رندر معمولی و 6 تا 12 برابر هم در رهگیری پرتو یا همون ری تریسینگ نسبت به PS5. این همون مغز قدرتمند اصلی کنسوله که همه چیز حول اون خواهد چرخید و همه جادو در این چیپ اتفاق خواهد افتاد. داخل پرانتز این اعداد البته ممکنه کمتر بشن برای مدیریت گرما و مصرف برق، هرچند امیدواریم این اتفاق نیفته و این دستگاه قدرتمندتر باشه. حالا میخواد خیلی بزرگتر با فنهای بسیار بزرگ و حتی سیستم‌های خنک کننده لیکوید بیس و اینها، در حدی که البته قیمت رو خیلی تحت تاثیر قرار نده. حالا جلوتر به قیمت میرسیم. بریم رو حافظش. میگن حدود 30 تا 40 گیگابایت رم GDDR7 با گذرگاه حافظه 160 بیتی یا کمی بیشتر با پهنای باند خیلی بالا روی این سیستم نصب بشه و همین بهبود تکنولوژی رم که ممکنه این سیستم رو قدری گرونتر بکنه. نکته بعدی هم که در مورد PS6 مطرح میشه پشتیبانی از بازی‌های نسخه‌های قدیمی‌تر PS5 و PS4 که بهش میگن سازگاری عقب رو یا backward capability و این برای سونی همیشه اولویت بوده، ولی احتمالاً این قابلیت برای نسل‌های قدیمی‌تر مثل PS3 یا عقب‌تر احتمالاً سخت یا حتی غیر ممکن بشه. در زمینه مصرف انرژی باید بگیم که بعضی از لینک‌ها مصرف کل یا TBP رو حدود 160 وات در نظر می‌گیرن که این میشه باز هم عملکرد بالاتر با امید به بازدهی بیشتر. طراحی خنک کننده و صدای فن اینجا چالش میشه و هزینه برق هم در کنار این چالش مطرح خواهد شد. در مورد درایو یا DVD رام شایعاتی هست که میگن قراره به جای درایو ثابت یک درایو دیسک جدا شدنی عرضه بشه، یعنی ماژولار باشه. اینطوری میتونن نسخه های مختلف یعنی دیجیتالی و دیسکی برای بازارهای مختلف عرضه کنن. همون اتفاقی که تقریبا برای PS5 افتاد. دو مدل استاندارد ادیشن و دیجیتال ادیشن داشتیم که این دومی کاملا بدون درایو بود و سونی اگه از یک بلوری درایو جدا شدنی یا ماژولار استفاده کنه میتونه همون سخت افزار پایش رو عرضه بکنه و کاربر درایو دیسک رو جداگونه بخره و
وصل کنه یا اصلا نخره. مزیتش هم راحت‌تر شدن پروسه تولیده و آزادی عمل برای گیمرها که بتونن هزینه‌شون رو مدیریت بکنن. بریم سراغ قیمتش که میگن احتمالاً نزدیک به محدوده قیمت کنسول‌های فعلی در زمان عرضه احتمالاً باشه که میشه حدود $500 یا رقم مشابهش در واحد یورو. گرونی چیپ‌ها و رم یا تورم زنجیره تامین میتونه قیمت رو بالا ببره و این رقمیه که خب با توجه به قیمت فعلی دلار حدودا میشه 50 میلیون تومان، اما خب تا سال 2027 ممکنه خیلی اتفاقا بیفته، باید ببینیم چی پیش میاد. ضمناً به کنسول ورژن دستی PS6 هم اشاره کردیم که شایعات در موردش خیلی نامطمئن ترن، ولی اگه درست باشه گزینه جذابی میشه برای استریمرها و کسایی که علاقه دارن هر جا که هستن در سفر یا در حال حرکت از بازی‌های با کیفیت لذت ببرن. در این مورد لینک ها از وجود یک نسخه دستی با اسم رمز کنیس صحبت میکنن که شاید یک کنسول هیبریدی با داک تقویت باشه، به این صورت که وقتی بیرون از خونه هستید هم بتونید بازی کنید و وقتی هم که داخل میاین با اون داک بشه به تلویزیون وصلش کرد و یه چیزی بشه تقریبا شبیه به ایده نینتندو سویچ. توی جمع‌بندی هنوز هیچ اعلام رسمی از سونی در مورد مشخصات نهایی و یا قیمت وجود نداره. همه چیز حدسیه. سازگاری سخت افزاری با PS3 خیلی بعیده و احتمالاً فقط با شبیه سازی نرم افزاری شاید ممکن بشه واسه بعضی از بازی‌های بسیار خاطره انگیز. همینطور هم علیرغم اینکه بسیار جذاب باشه شاید اینکه یک کنسول بزرگتر یا سنگین‌تر با سیستم خنک کنندگی حرفه‌ای‌تر با قیمت بالاتر معرفی بشه که مثلا تحت عنوان PS6 Pro این بتونه بازی‌ها رو با گرافیک و FPS بالاتری ران بکنه شاید بعید باشه، به این علت که PS5 Pro خیلی خوب عمل نکرده در بازار. بسیاری همچنان ترجیح دادن PS5 معمولی بخرن چون آنچنان تغییری مشاهده نکردند، اما بازم به هر حال اگر بتونن یک تغییر بزرگ ایجاد بکنن، مثلا یک PS6 Pro بسیار قدرتمندتر بسازن که واقعا گرافیک و FPSش بالاتر باشه، شاید اوضاع فرق بکنه و بازار بهش اقبال بیشتری نشون بده. دیگه آنچه که برای ما مهمه در این باره اینه که ارتقاء رهگیری پرتو یا ری تریسینگ و فریم ریت بالاتر، یعنی بالای 120 FPS و وضوح بهتر، اونم در رده 4K و 8K به معنی گیم پلی بسیار خیره کننده تره. اما خب خبر بدیه برای استریمرها و تولید کننده های محتوای بازی، چون برای ضبط و نمایشش نیاز به تجهیزات ضبط و ادیت قوی تر پیش میاد. ممنون که همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب و هایپ البته یادتون نره لطفاً. تا ویدیوی بعد، بدرود.